Уникальная формула таблеток Пардифен действует комплексно при головной боли, боли в суставах, воспалении и простуде. Пардифен. Не дай боли ни одного шанса. غیری ورزشی در میدان. همین طریق تلفاتی ماریو شریفов نظر است است زیرا که حیاتی ذخیروی تو که با میدان وارد بگردد و وضع در میدان تغییر دهد. حیاتی اصلی خطلون با ما نشون داده شود بیان رقمی 20 دریگبون رقمی 17 خوشوقت میرفت 14 حتی روشن هم با ما نشون داده شود. تماشاگران عزیز باید قید کرد که تغییرات در قیاس با بازی گذشته دست خیلی و خیلی زیاد است. رقم 23 و از طرف چپ باشد 27 شهریاری عنایت الله نیمه فیصدگران ایدان اوکران 19 رقم 6 عکس هجومی روشن تویر ملادوستов پرتاب جریمه گل بهترین امکانیت ضربه و برمیگرداند. از مسافه دور ضربه اجرا بنماید. بسیار خطرناک است این ضربه نیز. رحمتزاده رحمتشاه از مسافه دور ضربه اجرا بنماید برمیگرداند. دروازه‌بان خطلون یک ضربه دیگری محمد شریفی سعید خوجا پس به مرکز اولی جناب بازی میکرد حمله‌آور خطلون فرصت است این زمان یک بر یک ضربه و اوی 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 ندار اومد اشاره میکرد دوباره این گل است. خطلون پیش برای تماشاگران عزیز در دقیقه 32 رقابت گل اولین خود را در لیگ اولی تاجیکستان به ثمر میرساند. کریس اکپا از خالورد نظر واسون فرار شد. مبارزه برد با ساموئل فوری اما کریس اکپا توانست که با موقع ضربه زنی برایت پس ضربه توپ دو دفعه با هر دو ستونهای دروازه روشن زد و نهایت خط را عبور کرد. اولی بازی کرد. در راهروی تکلیف ببینیم که واقعا از خط دروازه توپ گذشته بود یا نه. اینجا نه. بدونید فرصت برای ملادوستov ضربه و باز هم برمیگرداند. نخست بازیگری روشن است در دوره امروزه که مجازات میگیرد با کارت زرد. ایدان اوکران یکی از ضعیفترین بازیگران روشن است امروز در میدان. از جای خود سری وقت میبراید ناگریتسه که با اشتباه راه داد ضربه و گل. 2-0 تماشاگران عزیز امروز مانند که بازیگران روشن را جادو کرده دست و پایشان را بستند که در حالتهای عادی‌ترین با اشتباه‌های غیر چشم داشت را می‌دهند. طاهر چنین بودم که سری وقت از جای خود میبراید دروازه‌بان توپ را به دست میگیرد که نه از بالای سرش گذشت. اوی 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 از این خطایی بدتری دروازه‌بان را تصور کردن ناممکن است. باور کنید از این بدتر تنها یک چیز میشود دروازه‌بان با دروازه خودش گل زد. تمام چطور بین‌آمد نمیگیرد که اینجا توپ زند اگر چقدر هوا میگیرد پرتاب توپ به جریمه‌گاه. همه ارسال هوایی را بازیگران خطلون برطرف کردند در دوام این رقابت. خالورد نظرов ضربه میزند و برمیگرداند اهل‌الدین حبیب‌اللهیف. توپ را هوا میداد به جریمه‌گاه. امیرجان باز یک ارسال دیگر باز یک ضربه پشتاکی است. امکاناتی بهتری برای روشن آفساید نیست. دوباره اشاره میکرد به مرکز میدان و جوزف اکامادی بار دیگر متوجه میشویم. امیرجان فلاسات پرتاب اجرا کرد. خالورد نظرov توپ ضربه زد. این اشتباه دروازه‌بان بوده است که اهل‌الدین حبیب‌اللهیف توپ رو به دست گرفت نتوانست در اولین رسش خودش توپ رو گرفت و سر داد و جوزف اکامادی توپ خورده ضربه میزند. و خطلون در بازی خانگی خود با گذشت 7 رقابت در لیگ اولی پیروزی به دست می‌آورد و روشن کلوب را شکست می‌دهند با حساب 2-1. در این رقابت گل‌ها را کریس و تویرجان تقاضا در خطلون به ثمر رسانیدند. گل یگانه روشن را باشد جوزف اکامادی به ثمر